بگی نه با انصاف د دست خودت است خودت درس کمتی من نه بگی نه ما او کار نمیکنم انصاف د دست خودت است انصاف خودت نه بگی سلام علیکم کاکا سلام علیکم سلام خوب هستی سلام خوب بخیر بخیر هستین چقدر دستایت یخ هست والا یخ هست برف چی تو کنین دیگه والا تو باش گرم کنو گرم کنین خدا شما رو خیر بتا بخیر است جور هستین بخیر هستین روزانه چی کار میکنی کاکا 40 روپیه 50 روپیه بعضی وقت بیکارم میریم بعض وقت بیکار این تو میریم. وقت شده که دست خالی خانه رفته بله. باشی این تو وقت شده که رفتیم دست به دستی خالی چقدر درد داره که دست خالی خانه بروی بسیار دردی زیاد داره ما- کسی که از دل ما خبر باشه بازو میفهمه کاکا جان که امروز چی که پیدا کنی خوش میشه در این والا. برف ببین چی که برف طوفانی تیز میباره دمی برف خونکی نمیجا آمدیم پول 10 دانه نونم پیدا کنیم شکر است دادن نان چند روپه میشه 100 روپیه میشه 100 روپه میشه بله اگر امروز روزانه یک کس بته بله باز میری در خانه که اولادت میریم میشه دم خانه وادی که خدایی. اولادم میشینیم به در نموجا میشینیم دیگه خیر که پول نام باشه شکم میماسر باشه ما چی تو کنیم خیر ما اینه یک بندل پول بر چیز میکنم بله انصاف در دست خودت هست که چی که میگیری از پیشش دیالتان هرچی که خودتان میتین کن سر تا پایین که 100 میتین 50 میتین هرچی که میتین نه خودت ما انصاف شما را میبینم که شما چی که انصاف داره والا خودتان به دست خودتان بتین ما بسیار خوش نه خودتان انصاف در دست خودت باز به انصافی میشه پروا نداره انصاف در دست خودت که چی که میگیری صحیح دوستانو انصاف تو 12 دانه بله سبحان الله بیا کاکا موچت کنم چقدر با انصاف هستی به خدا خیر ببینیم ما تمامی بندل برات گرفتم تو یک 12 دانه را از پیشش گرفتی والا دیگه باز ما گفتم باز دیگه انصاف در دست ما موندین ما گفتم با شما دیگه هرچی که دادین خب همین کل گست تو باش خدا خیرتون بده بخیر باش علی خوشی خیر ببینیم خدا خیرتون بده بخیر باش بخیر باش علی حرکت کو دیگه کتی میرم ما طرف خانه دیگه بخیر وعده. مشتکای خود دیگه میشینیم اون دیگه رو امیم کشکای ما سیر است دیگه خدا شما را خیر بده خیر باشی کاکا جان خیر ببینیم خیر باش خدا حافظ سلام علیکم کاکا سلام علیکم موسی خوب هستین صحتتان خوب بخیر صحتتان خوب است فضل خدا بخیر هستی خنک نمیخوری کاکا چه کاکا دستایت یخ هست چطور نمیخورم من دستان میخورم چطور نمیخورم موسی خب بسیار خنک زیاد میخورم چی که پیدا میکنی روزانه 50 روپیه 40 روپیه 60 روپیه 70 روپیه این رقم پیدا میکنم که امروز چی که پیدا کنی میری قرار در خانه میشینی کت اولادایت یک دانه نون این رقم که باشه پیدا کنیم قرار میشیم فقط تا 10 دانه نان پیدا بکنی بزرگترین آرزوی امروزی چیست که چی پیدا کنی خوش میشی و میری کت اولادایت اونم یک دانه نون این رقم دیگه آرزو ما دیگه چی است خدا چیزی فقط همین 10 دانه نان یک کم زر آرزوی بزرگ بکو کاکا آرزوی بزرگ دیگه او در دست خدا دیگه چاره نیست خدا مهربان است دیگه چاره امی 60 70 80 روپیه که پیدا کنی خوش میشی دیگه خود چاره نداریم ممود که پیدا شم بریم ما بسیار است که اگر از این کده یعنی وعده است که از این کده کمی پول یک کسی برات بته میری در خانه میشینی دیگه چی کنیم دیگه وعده دی برف چی کنیم خیلی دستایت یخ هست خیلی یخه خیلی یخ هست زیر برف است زیر برف است زیر منفی چند است زیر من که چند دوتم ده هر چی که بگی خودت بگی نه ما نمیگم این تو پول او قدرت نداره بگی نه با انصاف در دست خودت است خودت هر چی که میتی من نه بگی نه ما او کار نمیکنم انصاف در دست خودت است انصاف خودت نه بگی انصاف هر چی که دلت است بگی چی بفهمی بگی هر چی که دلت است بس است دلی دیگه دلی تو دلی تو صحیح شد صحیح خیر میری علی حرکت کو دیگه اگه اینجا بودی باز خفه میشم امروز قرار کتی اولادایت با